خواهر مسلمان، از الله بترس و هرگز از شوهر خود طلاق خود را نپرس. بعضی زنهایی هستند که با اندک ناراضگی و با اندک جنجال و نافهمی هایی که عادتاً در بین زن و شوهر روی میدهد از شوهر خود طلاق میپرسد. جوابم را بده. عاقبت این کار خود را فکر نمی کند. خواهران مسلمان، خوب به یاد داشته باشید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره چنین زنهایی که از شوهران خود بدون یگان عذر طلاق خود را میپرسند چی میفرماید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره اون زنهایی که از شوهران خود طلاق میپرسند میفرماید: هر زنی که از شوهر خود طلاق میپرسد بدون یگان عذر، یعنی که بدون یگان عذر که قابل قبول باشد از شوهر خود طلاق میپرسد، بوی جنت برای او حرام است. روایت ترمذی، ابو داود و ابن ماجه. خواهران مسلمان، پیش از آن که از شوهران خود طلاق میپرسید یک نظر به حال اون زنهای بنگرید که آنها از شوهران خود محروم هستند. زندگی خود را با 2 فرزند و 3 فرزند به شوهر سپری میکنند. چقدر با ذلت و خواری زندگی میکنند. خواهر مسلمان، خوب اندیشه کن، از این کار تو تنها شیطان خوشنود می شود، ولی الله رب العالمین از این کار تو ناراض می شود. عاقبت کار خود را کمی اندیشه کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.